اولین تذکری که من خدمت شما دارم این هست، چرا در دیگر جنازه ها اون تذکر را ندادم؟ اینجا میخواهم دیدیم. اول میخواهم از خاندان خودم آغاز کنم. نگویید که مولوی نادرست میگوید، برای دیگران دعوت میکند، تبلیغ میکند، قانونگذاری میکند، اما برای خاندان خویش قانونگذاری نمیکند. اولین درخواستی که من از همه عزیزان سروران، چه از ناحیه ونج باشند چه از ناحیه یزغالان باشند، اولین تذکر من این هست به عنوان فرزند دلسوز، صدقات بالاخره همه وقت و همه روز پشت سر این پدر فرزانه هست. این تا وقتی که در قید حیات بود 4 ساعت در طول شبانه روز و در طول عمر سفره های رنگارنگ و پهناور این پدر فرزانه برای همه و همه اجنبی و بیگانه بالاخره پخش بود. اما این را میگویند از 40 سال و 2 سال و 1 سال و 6 ماه و 7 روز خبر نیست. فاتحه را همینجا بخوانید، چون در اسلام نیست، در دین نیست، در شریعت قرای محمدی نیست. های مردم ونجوی از کلان، منتظر نباشید که مولوی 7 میدهد، 40 میدهد، 6 میدهد، 1 سالی میدهد، 2 سالی میدهد. در اسلام نیست. همینجا نزدیکترین انسان به من مولوی پدر من هست. نزدیکترین، از همه دلسوزترین انسان برای من این بود و من هم از همه دلسوزی برای این دارم. اگر این کار سوا باشد، جایز باشد، روا باشد، من اول در حقش میکنم. ها مردم فهمیدید؟ اگر دلیل بر 1 سال و 6 ماه و 2 سال و 7 و نمیچی دارید، حتی برهان کنین کنتم صادقین، من در جلوی روی شما هستم. دلیل هایتان را مطرح بکنید، با چشم سر میپذیرم. من نیافتم دلیل. صدقهش همه وقت پشت سرش هست، اما اینکه صدقه را خواست به 7 روز و به 40 روز و به 6 ماه و 1 سال و 2 سال باشد، این فاتحه این را بخوانید. از مولوی این چیزا خبری نیست. از شما هم درخواست دارم، از مطالب و مسائل و مباحث دینی از علما بپرسید. ما در مطالب و مسائل و مباحث دنیوی از شما میپرسیم. شما شاید در مطالب و مسائل دنیوی از ما بالاتر هستید، ما از شما بالاتر هستیم. من برای پدرم این چیزا را نمی کنم. 40 نیست، سال نیست، دیگر چیزا نیست. صدقه هست، اما روزش مشخص نیست. به اسم 40 سال و 2 سال. از شما هم درخواست میکنم که این بدعت را از رسومات خیش، این بدعت را از محفلهای خیش بردارید. صدقه دروازش همه وقت باز است، هر وقتی که خواستید بکنید، اما نام 40 را نگیرید، نام سال و 2 سال و 6 ماهی را نگیرید. 2، الان که جنازه پدرم اینجا خوانده میشد، گوشاتو را باز بکنید. های مردم، نگوییدی که در جای دیگر من کرد، اینجا من نمی کند. اول اینجا من می کند. جنازه زمانی که قایم شد و خوانده شد، هیچ کدامی از شما حق ندارد که صف بگیرید اینجا و 1 نفر تلاوت قرآن بکند و دیگران دعا بکند. این در شریعت قرای محمدی نیست، بدعت است، مکروه تحریمی است. 1 حدیث فقط درباره این آمده است. سند حدیث را من 2 شب قبل بالاخره با مراتب تحقیق کردم. راویانی که در سند حدیث موجود هستند ضعیف هستند. اون حدیث دلیل گرفته نمیشد، حدیث ضعیف است. از این لحاظ تاکید من این است که اگر شما به نیت این که این خیر به پدر من برسد، این خیر نیست، چون در دین نیست. وقتی که در دین نیست، اون بدعت است و کل بدعت ضلالت و کل ضلالت فی النار. این چیز در دین نیست. می توانید در خانه های شما، پدر شما، مادر شما، برادر و خواهر و یار و دوستان شما اگر رحلت کردند و جنازه را اینجا خواندن، صف دیگر نکشید، برید به خانه های خویش. اگر زیاد دیلتان می سوزد، در خانه بخوانید.
یا تلاوت قرآن بکنید و ایصال ثواب را در حق اون میت ببخشید. اما اینجا این کارا را نکنید. همین که جنازه خوانده شد، عرضم به حضور شما که اون چیز صورت نکرد. دو، صدان سروران عزیزان، وقتی که جنازه خوانده شد و تابوت را بالاخره به منزلگاه بردیم، از منزل نیایید در خانه من به عنوان اینکه چلیاسیم درست بکنیم. چلیاسیم نیست. من از اون ساده لوها نیستم که شما اینها دین را غریب میکنند، دین را غریب کردند. اینها دین را به جایی که قرن 21 است به اون که درجه ببرند، دین را به عقب می